استاد باری اول است کمتر هیجان است. استاد همین دو سوال داشتم. یکم سوال بودم همین الله تعالی به بندگانش اگر ثروت خواهد ثروت مثال از آسمان با قدرتش نازل کردن میتونه خیلی هم خیلی هستن یا نیست ما هم خیلی رسیدن میتونیم. یک چیز به یادم آمد یک نفر در فیسبوک تماشا کردم نزدیک حد میرود فلوس 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 گفته دعا میکند. مبلغ گفته برش یک نفر کتفانش میزنه بود میگوید که اول جنت طلب کن تو چرا پول میپرسی. مثل همون میتونن به مثل همین سوال ها خیلی زیاد میشه. آیا من میتونم که ثروت و مال طلب کنم؟ سخن این برادر چی بود؟ یعنی از الله تعالی همین خیلی ملک در نظر ما میفرارد چی بود گپش؟ بپرسم یک بار دیگر همینجا هستن من دور نکردم میکروفون تو نگیرم. یعنی که از الله تعالی بخوایم که ما در ثروتمند کنه با قدرتش از آسمان خیلی ما در خیلی چی کردن میتونه ما را خیلی بای کردن میتونه هم خیلی هسته تاریخ در خیلی شیدگی هم طور. بله تاریخ در سوره مائده هم وقتی که کافرهای زمان حضرت عیسی گفتن که دعا الله تعالی رو دعا کن پروردگار تو گو که برای ما دسترخوان نازل کنه هم دسترخوان خوریم بعد ایمان میبیاریم. و حضرت عیسی به الله تعالی گفتن که اینا خیلی طلب دارد. الله تعالی گفت که من دسترخوان نازل میکنم اگر ایمان نبیارن چونون عذاب میدهم که یگان کس در عالم چونون عذاب نمید. وقتی که اون دسترخوان فرو در نظرشون از همون دسترخوان خوردند و ایمان آوردند. لیکن شما خیلی نگویید که الله برای من همین در نظری من تیلا فرار یا ملکم زیاد کن مالم زیاد کن به رزق و روزیم برکت گوید تمام الله تعالی میده و فی السماء رزقکم رزق شما در آسمان است. بله دعا کردن گرید. دعا یکی از سبب‌های درستی دریافت ثروت. برنامه چیه گوش کردید؟ آموزشی تجارته. حالا انشاءالله فرصت شد دوام میدیم. یکم قسمش گوش کردم. یه سوال دیگه داشتم. دویمش هم گوش کنیم. بله